مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زن میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده راجع به پلی بک هایی که در دنیای موسیقی بین خواننده‌های چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران اتفاق میفته با شما صحبت بکنیم. یه موضوع پربحثی هم هستش، چند ساعتی تو فضای مجازی حسابی وایرال شده. اونم ماجرای کنسرتی هستش که معین زندی توی دبی داشت و اومدن گفتن که توی کنسرت پلی بک انجام داده و حالا انتقادهای زیادی هم به معین زندی و معین زد شده. یه چند تا توضیح من بدم راجع به این پلی بک ها. در طول چند سال گذشته به حال رسانه پشت پرده اولین رسانه‌ای بود که در قالب برنامه ناکوک اومدیم و در خصوص پلی بک ها، اتوتیون ها و اتفاقاتی که در دنیای موسیقی اتفاق میفته افشاگری کردیم که حالا قراره که به زودی هم این موضوع دوباره توی رسانه پشت پرده استارت بخوره. یه وقفه افتاد بینش و من نرسیدم، سرم شلوغ بود، درگیر بیزنس های دیگه بودم، خیلی وقت نمی‌کردم به پشت پرده برسم و موضوعات این قبیل رو پوشش بدم، ولی خب قرار شده که به زودی این اتفاق بیفته و دنیای موسیقی و خواننده‌هاشو بررسی بکنیم. و موضوع پلی بک موضوعی که در همه جای دنیا اتفاق میفته، بیشتر بین خواننده‌های حالا ایرانی، حالا کشورهای دیگه کمتر این اتفاق میفته و ما نمونه‌هاشو دیدیم، حالا چه در خصوص خواننده‌های لس آنجلسی و چه در خصوص خواننده‌های ایرانی و بعضی وقتا هم دیگه خود خواننده میره لاکار و اصطلاحاً کنسرت‌های زیادی براش میذارن. این حنجره است دیگه، عضله است دیگه، نمیکشه یا نمیرسه. به حال تو ایران سالی 200 تا 300 تا خواننده کنسرت میذاره، حالا تو بعضی از شهرها روزی 2 بار میذاره، یعنی حساب بکنید میشه 400 سانس 500 سانس کنسرت در طول یک سال. حالا ایام محرم و سفر و عزاداری‌ها و مناسبت‌ها و ریلت‌ها و نمیدونم چیزای مختلفو بذاریم کنار که توش اصطلاحاً کنسرت برگزار نمیشه، تو بقیه روزهای سال ما در کل ایران میبینیم که یه خواننده میره تور میذاره و کنسرت برگزار میکنه. خب این قضیه باعث میشه که به خواننده و به حنجرش فشار بیاد و بعضی از آهنگ‌ها قسمت بالای کار رو یا قسمتی که فشار بیش از حدی به حنجره میاره رو پلی بک بزنن. دوستان سکونس رو پلی میکنن و علی از تو مدد این اتفاق میفته که ما هم تو رسانه پشت پرده این قضیه رو اومدیم مطرح کردیم و خیلی برای مردم این قضیه جا افتاد. آره یه پلی بک هم وجود داره، پس خواننده‌ها پلی بک هم میکنن. بعد از اون اومدیم ماجرای اتوتیونز رو اومدیم مطرح کردیم، این که مثلا خواننده ها صداشون رو به صورت لایو و زنده روی صحنه تیون یا تمیز میکنن. شما دیدید یه عکس میگیرید بخواید بذارید تو اینستاگرام و جای مختلف، خوشگلش میکنید، آرایشش میکنید، بالش میکنید. صدا هم همینطوریه، مثلا شما صدای قاز میدید مثلا اینجوری میکنید که مثلا اتوتیون اونجا یه دونه دستگاه دارن قشنگ تیون میکنه صداتون رو، میشه اینطوری مثلا صدای یه افکت باحال میگیره. حالا قاز بوده، پراید بوده، صدا میشه لامبورگینی و تیون میکنن که اینم به خاطر تمرین نکردنه، به خاطر استعمال دخانیات، به خاطر چیزهای مختلفی که حنجره اون شخص جواب نمیده، یا از اون طرف تنظیمات ماشینی که اتفاق میفته. ما داشتیم، حالا اسم نمیارم، مثلا طرف اول اسمش میثم ابراهیم و کسای دیگه که مثلا صداشون تیون نیست اونجا، تا تو کنسرت تا خشتک تیون میکنن و دور هم دیگه. اما بعضی وقتا آدم ها یه سری دانش و اطلاعات رو از توی سوشال مدیا به دست میارن، میگن آقا یه پلی بک بوده، یه ویدیو هم میاد بیرون و میگن این قضیه هم پلی بک بوده. یه سری شیطنت ها بعضی وقتا اتفاق میفته. مثلا طرف میره روی حالا استیج داره آهنگو میخونه، یه شخصی میخواد اون طرف رو اذیت بکنه، میاد و شروع میکنه توی کنسرت فیلم گرفتن. از یه زاویه هم نمیگیره. ببین وقتی میخوان یه آدمو خراب بکنن، توضیح بدم اینا پشت پرده است، اینا برای اینکه دانش و اطلاعات آگاهیمون بره بالا، از اون طرف میشه از این تکنیک‌ها هم استفاده کرد، دهن بقیه رو سرویس کرد. میان از 3-4 زاویه مختلف شروع میکنن توی یه کنسرت از یه خواننده فیلم گرفتن.
فایل‌های ویدیو رو برمی‌دارن میبرن تو نرم افزارهای افکت، صدا رو همزمان توی 4 تا دوربین 3 ثانیه میارن عقب، همه رو با هم به یک اندازه و شروع میکنن این فیلم ها رو توی سوشال مدیا وایرال کردن و میگن خواننده سینک نمیخونه. فیلم اول رو پخش میکنن، فیلم دوم رو پخش میکنن و بعد فیلم سوم و بعدم فیلم چهارم. دیگه بیننده باور میکنه، میگه راست میگه این صدا سینکش رو عقب داره میخونه، چرا جلو داره میخونه، چرا یه جاش اصلا زیاد داره میخونه، چون صدا رو میشه ادیت کرد. اینا رو بذاریم به کنار، اینا شیطنتایی که اتفاق میفته. یه جایی هست که واقعا خواننده لاکار میره. این معین زندی یا معین زد، حالا من اومدم راجعش صحبت کردم چون باید آدم با فکت صحبت بکنه و بعد به طرف فکت مافیایی یا فکت شهروندی بشه. الان این تیپ و ظاهرش منو مرده. خب من میخوای لباس بشوری سلطان، نمیدونم چیکار می‌خوای کنی، ولی خب این سبک و استایل رو دوست داره. من عوامل اجرایی که توی این کنسرت دخیل بودن باشون صحبت کردم و رفتم یه سرچ کردم. به حال این وظیفه خبرنگاره که بره تحقیق بکنه و بیاد اطلاعات درست رو در اختیار مخاطباش قرار بده. و ماجرای موضوع کنسرت معین زندی یا همون معین زد رو پرسیدم که آقا ایشون آیا پلی بک کرده یا نه. توضیحاتی که عواملی که حالا اونجا دادن نمیخوام نام ببرم، مثلا کیه، شاید گیتارزن اون کنسرت رفیق من باشه، شاید صدا بردار، شاید هم عوامل دیگه‌ای که اونجا بودن، ولی عوامل فنی بودن که من ازشون اطلاعات گرفتم، منابع خبری من نمیتونم بگم و اینا. ولی خب حالا شاید یه زمانی بعداً اومدم این قضیه رو مطرح کردم. اما میخوام به شما بگم که داستان از چه قرار بوده. معین زد از صدای سالن راضی نبوده، چیزی که مشخصه، و با صدا بردار بحثش میشه. معمولا توی کنسرت ها وقتی که خواننده میخونه یه ویدیو وال یا یه ویدیو پروژکشن یا یک اصطلاحاً مانیتوری پشت خواننده ها قرار میدن به 4-5 منظور. یکی از دلایلی که این مانیتورها قرار میدن جو بصری خفنی میده به کار، از افکتایی که میذارن رو بعضی از آهنگ‌ها. دیدید دیگه وقتی که میرید روی استیج همزمان که اون 3 تا ضربه رو میزنه پرکاشن زن یا رهبر ارکستر و توی گوششون اعلام میکنه که آهنگ بعدی کدومه و اینها میزنن، همزمان فایل رو هم پلی میکنن. وقتی که خواننده آهنگو میخونه، تکست ها و نوشته های اون خواننده میاد روی مانیتور پشت که شما میبینی بعضی وقتا همخونی میکنی و کار مختلف انجام میدیم. کار راجع به همخونی هم بعد یادم باشه که انتهای این ویدیو البته همین الان به شما میگم، مثلا بعضی از خواننده ها هستن یه تیکه از آهنگشون خیلی مگاییته، اون یه تیکه آهنگو شعرشون رو می‌نویسن رو وال و اینو 30 بار تکرار میکنن. استاد قربانی توی دوسلدورف این کار انجام داد، فکر کنم بیش از 20 بار یه تیکه از یه تکست از آهنگشو داد مردم خوندن، هی میخوندن و داشت فیلم برداری میشد. و اومد، حالا خیلی خواننده این کارو که استاد قربانی که دیگه اصلا راجبش نمیخوام این چیزا بگم، اصلا به این چیزا نیازی نداره، ولی خب کلی میخوام بگم بعضی از خواننده این کار انجام میدن. حالا آقای قربانی که استاد بی چون و چرای دنیای موسیقی ان و اصلا با ایشون کار نداره، ولی میخوام بگم بعضی از خواننده‌ها میان 30 بار 20 بار این تکست رو میدن و خواننده‌ها با مردم میخونن، بعد 30 ثانیه‌شو 1 دقیقه‌شو هایلایت میکنن توی سوشال مدیا وایرال میکنن که مردم میگن که آره مثلا چقدر طرفداران آدم چقدر همراه بودن، چقدر شعراشو حفظ بودن، چقدر باحال بوده. بس از این تکنیکا برای اون نوشته‌های پشت استفاده میکنن. برای معین زندی خودمون اینا میان بک‌گراند اون موزیک ویدیویی که خوابم نمیبره، حالا این تیکش هم معروفه، پخش میکنن. اون ویدیو پروژکشنی که پشت بوده فایلش با صدا بوده و صدا بردار حالا نمیدونم شیطنت میکنه یا حالا چیز دیگه، به حال جر و بحثش هم شده با زندی یا معین زد، صداشو پایین نمیاره و صدای اون وال جلوتر از صدای خواننده است. یعنی داره اول خواننده میخونه بعد اون صدای در بک‌گراند پخش میشه. چون شما اگه بخوای اصطلاحاً پلی بک بکنی باید همزمان بخونی. این یه بار خودش میخونه، یه بارم جلوتر پلی میشه. ریورس یا اکو هم نیست بگیم صدای خودش یه دور اکو میشه، اصلا نمیخونن انترورانساش با هم دیگه. اگر به ویدیو دقت بکنید متوجه میشید که این قضیه پلی بک نیست. ما چرا داریم
حالا این ویدیو راجبش صحبت میکنیم به خاطر اینکه دانش اطلاعات آگاهی مردم بالا بره که بعداً ویدیوهای پلی بک از ویدیوهای واقعی رو تشخیص بدن. حالا این رفت لاکار، ما این زندی یا ما این زده خودمون، بقیه رو ولش کن. حالا دیگه اونو نرم. ببینید الان داره اینجا میخونه. اگه به صدای بک‌گراند گوش بدید متوجه میشید که اون ویدیویی که بک‌گراند بوده داره صدا رو پلی میکنه یه چند ثانیه بعد صداش پلی میشه. معمولا هم اتفاق میفته دیگه. اگه اون آدمی که پشت لپتاپ نشسته یا پشت سیستم نشسته ناشی باشه و دیر پلی بکنه، معمولا بعضی وقتا این اتفاق سینک نخواهد بود. ببینیم و جلوتر هم جالبه دیگه. حالا ویدیو ما داریم بعد از اینکه خودش میخونه، یعنی واقعا جلوتر. اگه شما یه جای صدا نکشه، یه جای صدا نخونه، خب اونجا میتونیم بگیم که آره پلی بک. چون جلوتر من دارم ویدیوهای دیگه که داره میخونه. ببینید اینجا داره میخونه، بعد جلوتر اون یه تیکه اصلا پلی میشه که خونده تموم شده. چون وقتی خوندی تموم شده که پلی بک حساب نمیشه. صدا هم داره، ببینید میکروفونش هم صدا داره. تلفنم هم بچه زنگ خورد. خب حالا بعدی اگه دقت هم بکنید میگه که LED رو باید قطع بکنن. جالبه که این ویدیو به صورت گزینشی پخش شده، یعنی نیومدن بگن که آقا صدای LED وال بوده. اگه دقت کرده باشید این فایل اصلی هستش که اولین از این لیر ویدیو حالا شدن پخش اجازه وایسید. ببین تصویر کات شد. این توضیحاتش که اجازه بدین ایناش تو فضای مجازی وایرال نشد که انگار مثلا از همون اول میکروفونش قطع بوده. قبول داریم. میکروفونو چرا قطع کردی؟ قبول داریم. و توی فایل بعدی خب که میاد میکروفونو میگیره میخونه آهنگ. یعنی میخواد پلی بک بکنه که دیگه نمیخون که، یعنی یا توانایی خوندن نداشت. یک این فکر کنم جواب این بود که گفتیم صدا بده. درسته؟ پیکاش هم انداخت دیگه. حالا به صدا برداره. بریم. ببینید دیگه این مشخص اگه یه خواننده توانا، میخوام به شما بگم که ایشون رفت لاکار، ولی این دلیل برای نمیشه که بقیه خواننده ها پلی بک نمیکنن، صداشون رو اوتوتیون نمیکنن یا چیزهای دیگه. میدونی مشکل چیه؟ ماشاءالله همه تو این فضای مجازی برای خودشون شدن یه پا کارشناس. بعدم نیست، من که خودم ادعام نمیشه تو دنیای موسیقی خودم رو کارشناس نمیدونم، ولی یه عده خودشون رو کارشناس میدونن
و تو این دنیای موسیقی به خودشون اجازه میدن که راجع به هر موضوعی که دلشون میخواد اظهار نظر بکنن و خیلی راحت تیکا رو کات میکنن، اصلا چسبوندن کنار هم دیگه که آره این میکروفونش قطع بوده، اصلا اون یه تیکی گفته داستان پروژکشن رو قطع کنید نبوده، اونجاش که میخونده قطع نبوده و سانسور میکنن اون ویدیویی که خودشون دوست دارن رو پخش میکنن و میگن پلی بک بوده و چیزهای مختلف. اینو من گفتم که شما آگاه باشید که امثال این آدم حالا رفتن لاکار فضای مجازی، هر آن چیزی رو هم که دیدید باور نکنید، میگفتن شنیدن که بابت مانند دیدن، آدم میبینن دیگه بعد نباید به چشای خودش اعتماد بکنه. مرسی که تا این لحظه ما بودید. حالا خیلی دوست دارم که شما دوستان کارشناسان و اساتید فن و علم و هنر و اساتیدی که ادعای خوندن و پلی بک و چیزهای مختلفشون میگن این زیر برام یک کامنت بذارن و نظرشون رو بگن. مرسی که وقت گرانبهای خودتون رو به ما دادید. چاکریم.